سلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه دیگه مک از طریق چنل یوتیوب تهران سور. دوستا فضا رو ببینید که یک هوای خوب است و منم زیر یک درخت استاد شده. دوستا جایی که ما آمدیم پنام بند شواروز گفته میشه. دوستای عزیز ما آمدیم شکردره. شمالی دریاست با پنشیر و بسالن، شمالی دریاست با پنشیر و بسالن. آب شیرینش بابا خان مزه دارد، ای آب شیرینش بابا خان مزه دارد. بندی امیرش به دنیا که ندیدم، بندی امیرش به دنیا که ندیدم. لعل و عقیقش به بدخشان مزه دارد، لعل و عقیقش به بدخشان مزه دارد. دیدن یاران به کابل جان مزه دارد، دوری دسترخوان به پغمان مزه دارد. دیدن یاران به کابل جان مزه دارد، دوری دسترخوان به پغمان مزه دارد. ای جان مزه دارد، آه مزه دارد. سلام دوباره دوستای عزیز، قسمت که میبینیم ما از شکردره برای اینجا آمدیم. این دفعه برای شما نمیگیم، خودتان بفهمید که ما کجا هست. آل ویدیوهاش برای شما عزیزان نشان میتون، خودتان حد بزنید اینجا کجا است. یاری یاران از شکر شکر جان شفام شکر بگم یاری یاران از شکر، دخت افغان از شکر، چشم روشن میکنن آب پهمان از شکر. یاری یاران از شکر، دخت افغان از شکر، چشم روشن میکنن آب پهمان از شکر. آی شکر وی شکر، آی شکر وی شکر، دل با من گل بسر، دل با من گل بسر. کاش که تا سحر موتو بر ببر، کاش که تا سحر. خود دوستای عزیز که ویدیوی اولیه که به شما گرفته بودم اون جای شکردره بود و فعلا ما یک جای دیگه هستیم. به نظر شما به دلیل چی ماده اینجا آمدیم؟ دوستای عزیز میخوایم دلیلی که بگویم ما چرا اینجا آمدیم، و خاطر که اونجا فامیلی ها را اجازه نمیداد و این باید مجبور شدیم که به اینجا بیاییم. اینجا هم جای زیباتر از اونجا. ببینید چقدر زیبای فامیلی داره. دوستای اینجا خیلی زیبا است و جای فامیلی هم داره. شما هر وقت بخواهید هر روز میتوانید اینجا بیایید. دوستان شما از این منظره زیبا لذت بردید؟ خود زیاد از اینجا لذت بردم از این منظره زیبا. بیاین با ما برین طرف سامانهای بازی. شاه دختران کیس شکر، لنگر جهان کیس شکر، لنگر جهان کیس شکر. در دکان عشق یار بسیار، در دکان عشق یار خروار. سرای دکان کیس شکر، سرای دکان کیس شکر. آی شکر وی شکر، آی شکر وی شکر، دل با من گل بسر، دل با من گل بسر. کاش که تا سحر موتو بر ببر، کاش که تا سحر موتو بر ببر. یار یاران شکر، دخت
خیلی بزرگ دارم. آب پهمان از شکره شکرک رخ ماه دارد شکرک رخ ماه دارد سینه از غمش آه دارد سینه از غمش آه دارد دیده بر رخش من حیران دیده بر رخش من حیران این کمان زیبایی در سرم می‌بینید یکی از دوستای عزیزم برای ما توضیح داد به خاطر که من تشویق شدم با ویدیوهای بهتر بگیرم. دل به دامن گل بسر دل به دامن گل بسر کاش که تا سحر ما تو بر ببر تا برنامه بعد خدا نگهدارتان. آرش که بروک شدن و ما را به خانه می‌روید. لایک و سابسکرایب یادتان نره. دوستتان دارم. خدا نگهدار. چشم روشن میکنه